سلام. یه قصه ای هست، میگن که جوانگزه اینو تعریف کرده، یعنی از سخنان حکیمانه جوانگزه که فکر میکنم توی این کتاب بیفایده است جمع آوری شده. حالا اونش مهم نیست که این روایت کجا اومده یا کجاها چاپ شده. یه قصه جذابیه که توش یه چیزی داره، اون چیز خیلی خیلی خوبه. میگه 2 راهب داشتن توی یه مسیری میرفتن، به یک رودخانه خروشان میرسن که یک زنی آنجا بوده که میخواسته از آب رد شه، نمیتونسته و طبق اون تعالیم اون راهب ها اینا نباید دست به زن میزدن. یکی از این راهب ها زن رو روی دوشش سوار میکنه، پشتش میذاره و از آب عبور میکنه. زن میذارن و به راهشون ادامه میدن اون 2 راهب. یه مدت میگذره، راهب دوم به راهبه که زن رو پشت خودش سوار کرده بود از رودخونه عبور داده بوده میگه که تو چطور این کار کردی؟ این توی آیین ما کار درستی نیست که با زن تماس داشته باشی، لمسش کنی و اینها. راهب اول برمیگرده میگه که اون که مال خیلی وقت پیش بود، من که رو پشتم گذاشتم و بعدشم رهاش کردم، تو چرا هنوز رهاش نکردی؟ ببین، کارکرد ذهنه اینه که ما لحظه ها رو زیست میکنیم و به راهمون ادامه میدیم با هر آیینی، مرامی، مسلکی. منتها یه سری آدم هستن که میمونه تو ذهنشون اون عمل و هی مدام بهش فکر میکنن، در صورتی که هیچ ربطی هم بهشون نداره و این زندگیشون رو به نظر من هدر میده، از بین میبره. چون وقت به جای اینکه به چیزهای مفید فکر کنن به یه چیزهایی فکر میکنن که هیچ فایده‌ای نداره، هیچ ربطی هم بهشون نداره. تا برنامه بعد.